چقدر خطرناک است این حالت. وقت داخل قبر میگذارنش، میآید نکیر و منکر با چهره بسیار زشت پرسان میکنه من ربک، خدای تو کی است؟ هیچی میگه لا ادری، نمیدانم. آه لا ادری، نمیدانم. میگه باز پرسان میکنه ما دین تو چی است؟ باشه میگه آه لا ادری، نمیدانم. وقتی پرسان میشه سوال سوم ما تقول فی هذا الرجل، در حق محمد امین صلی الله علیه و سلم چی میگویی؟ با چی میگه آه لا ادری. الله رب العزت و الجلال صدا میزنه که دروغ میگوید این، دروغ میگوید این. بعد این قبر را چنان تنگ کرده میشود، چنان تنگ کرده میشود که دو تا ضلع میگین یا قبرغه میگین یکی به دیگر داخل میشود. بعد الله رب العزت و الجلال میگه قبرش را فرش از آتش جهنم بکنید. و در حدیثی که من قبلا دیده بودم در مشکات دیدم که ضعیف است، ولی امروز که تحقیق کردم مسند بزار آورده بودی حدیث را به درجه حسن ثابت کرده. رسول صلی الله علیه و سلم میگه در قبر کافر 99 تنینا، در قبر مجرم و فاسق 99 دانه مار را الله روان میکنه. چند تا؟ 99 دانه مار. ما از یک کرم دراز در دنیا میترسیم. 99 دانه مار داخل قبر یک مجرم داخل می شود. هر مار 7 سر دارد، هر مار 7 سر دارد. میگه نیشهای خود را به همین میت داخل می کند و نیش می زند و بعدش می گوید تا قیام قیامت رو ترک نمی کنم، تا قیام قیامت رو همین گونه نیش می زند. بعد یک چهره زشت داخل قبر می آید. این میت می گوید من به چه حال هستم؟ تو بدبختی بودی که در بر سر رخت من رسیدی که من از این بدبخت‌تر شدم که خیلی بدبو هم هستی. می گوید از من فرار می کنی؟ میگم من همون بینمازی هستم که در دنیا کرده بودی، من همون غیبت و سخنچینی و زنا و دزدی و قمار و تمام گناهانی که در دنیا انجام داده بودی، همون عمل زشت تو هستم. الان آمدم تا روز قیامت رو ترک نمی کنم. این به همین عذاب در داخل قبر گرفتار است. حضرت عبدالله ابن عباس میگه حدیث امام ترمذی است. حدیث کی است؟ امام ترمذی رحمت الله علیه. حضرت عبدالله ابن عباس میگوید اصحاب پیامبر، یک صحابی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم یک جا خیمه زد، در یک جا خیمه نصب کرد، میخواست که اونجا داخل خیمه اتراق بکند، چند لحظه استراحت بکند. بعد داخل خیمه که داخل شد دید که از زیر زمین آواز قرآن می آید، از زیر زمین آواز قرآن می آید. دوان آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله من در فلانی جای خیمه زده بودم، از داخل زمین دیدم که سوره تلاوتش می شد بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. گفت این سوره را تا آخر من شنیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اون کسی که در داخل اون قبری که زیر خیمه است که تو متوجه نشد اونجا قبر بوده، کسی که اونجا دفن شده و کسی بوده که عاشق سوره ملک بوده است. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید در قرآن یک سوره وجود دارد 30 آیه است. یک سوره در قرآن وجود دارد 30 آیه است. هر کسی که این را هر شب بخواند، هر کسی که این را هر شب بخواند، آتش جهنم به او حرام است، یک عذاب قبر به او حرام است. یک با آواز بلند بگوید الله اکبر. کسی که یک مرتبه شب این را بخواند پیش از خوابش، عذاب قبر به او نمی آید. حضرت علامه محمد عمر سربازی رحمت الله علیه از علمای بلوچستان ایران است، از علمای بلوچستان ایران است. تقریبا 10 سال شده از وفات این بزرگوار. یک شاگردش در یک از سخنرانی‌هایش میگفت که من از خود حضرت علامه شنیدم که میگفت من به نماز جمعه حرکت کردم، از مسیر قبرستان عبور میکردم، وقتی به قبرستان رسیدم آواز قرآن شنیدم، این طرف و آن طرف خود نگاه کردم کسی را ندیدم، خوب متوجه شدم که قرآن آوازش از کجا می آید، دیدم که از داخل قبر سوره کهف تلاوت میکنه.
از داخل قبر سوره کهف را تلاوت میکنه. حضرت علامه میگوید من رفتم نزدیک همون قبر نشستم، تمام سوره کهف رو خوان و آخرش میگه و کبره تکبیرا. آخر سوره کهف میگه و کبره تکبیرا. حضرت علامه صاحب میگه من نتونستم کنترل کنم، یک بار گفتم الله اکبر. میگه وقتی این آواز از من کنده شد، آواز قطع شد، دیگر آواز نشنیدم. من بیقرار شدم. بعد از این قبر را نشانی کردم. بعد از نماز جمعه برگشتم، رفتم به نزدیک اون قریه‌ای که در این قبرستان نزدیک بود. گفتم فلانی قبر به فلانی نشانی به فلان موقعیت از کی است. بعد از جستجو خانه‌اش را به من نشان دادن. رفتم از خانه‌اش پرسان کنم، زنش به من گفت شوهر حافظ قرآن بود ولی به قرآن عمل میکرد. حافظ قرآن بود، قرآن تلاوت میکرد. من بارها میگویم عزیز من، روزی که 5 صفحه قرآن خواندی کدام روز بوده؟ اما روزی که آخر مرتبه 5 صفحه قرآن خواندی کدام روز بوده؟ شاید بعضی ما از رمضان این طرف دیگه قرآن بازم نکرده باشه. بعد از رمضان قرآن بازم نکرده باشه و ایله میدانی یک سوره این کلام خدا تو را از عذاب قبر نجات میده. اگر تو کل قرآن را به همراهش محبت بکنی، کل قرآن را به همراهش محبت بکنی، چی خواهد شد؟ مرسی یا مرسی را شنیدین؟ پادشاهی مصر بود، شنیدین؟ چند سال قبل کشتنشه، نشنیدین؟ پیش از این پادشاه شنیدین؟ یک جوان اسمش بگویه چی بود نامش؟ مرسی. در داخل زندان یک روز یک تقاضا میکنه. همین مرسی در داخل زندان چند سال نشده است شهادتش. گفتن که یک قرآن بیاوریم، یک قرآن بیاوریم. گفتن نه، قرآن اجازه نیست. قرآن اجازه نیست. اون آمریکا شهید کرد. قرآن اجازه نیست، در داخل زندان به تو قرآن نمیفرسته. مرسی میگه یک لبخند زد، گفت اینها نمیدانن که 30 سال پیش قرآن من اینجا حفظ کرده، اینجا حفظ کرده. قرآن به من نمیده، قرآن با جان من عجین شده. قرآن در سینه من حفظ است. گفتن وقت قرآن در سینه تو حفظ است چی میکنی که قرآن رو ببینی؟ خب بخوان. گفتن میخواهم کلام خدا رو یک لمس کنم، میخواهم کلام خدا را یک لمس کنم، به چشمای خود بمالم. حداقل این کار را خوب بکن جوان مسلمان. پدر سرسفید، مادر سرسفید، حداقل قرآن را بردار، بگوی قرآن به تو جفا کردم ولی تو را دوست دارم، به چشمانت بمان. که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود داخل قبر کسی که سوره ملک را هر شب میخوانه عذاب قبر به اون نمی آید. نام این قرآن در تورات منجیه بود، یعنی نجات دهنده و مانع من کننده که عذاب قبر نمی آید به سمت اون. حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه می فرماید وقت مرد مؤمن داخل قبر گذاشته می شود، در همین لحظه می آید قبر می خواهد که این فشار به از هر طرف حرکت می کند، می خواهد که عذاب خدا بیاید، در جهنم بیاید در داخل قبر. میگه وقت از طرف پایش می آید، میگه همون جهادی که در راه خدا کرده و همون قدمی که به طرف مسجد گذاشته، میگه میآید در جلوی روی عذاب استاد میشه، میگه به تو اجازه نیست. ای با این پاهایش به طرف مسجد خانه الله رفته. یک بار خوب بگوین الله اکبر، یک بار هم بگوین الحمدلله که این نصیب شما شده. میگه وقت از طرف سر می آید، میگه از طرف سر روزه می آید، میگه اجازه نیست. 30 روز ماه مبارک رمضان روزه گرفتن، برگرد، اجازه نمیدهم. میگه میخوای از طرف دست بیاید، میگه صدقه می آید، میگه اجازه نیست که با این دستا صدقه داده است. از هر طرف بدن که می آید یک عمل صالح می آید به سمتش، میگه اجازه نیست، این در حفاظت است، امکان ندارد کسی به این نزدیک شود. حتی رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید روز قیامت سوره ملک می آید، سوره تبارک الذی می آید، با پروردگار مخاصمه می کند. میگه ای پروردگار عالم، من کلام تو بودم و این بنده تو هر شب و هر روز مرا تلاوت میکرد، من نمیگذارم این را به سمت جهنم ببرن، باید با من داخل جنت شود. ولی عذاب قبر در بگویم از چی می آید عذاب قبر؟ و کدام گناه عذاب قبر می آید که خیلی ما به تفاوت است. حدیث امام بخاری است، حدیث 216 است. امام بخاری می آورد که رسول صلی الله علیه و سلم از سر قبرستان می گذشت،
از سر قبرستان میگذشت، یک بار آواز را از داخل قبر شنید، آواز را شنید از داخل قبر. بعد اشاره کرد صاحب این دو تا قبر در عذاب خدا گرفتار هستند. عذاب القبر حق، عذاب قبر حق است. عایشه رضی الله عنها میفرماید یک روز یک زن یهودی آمد به پیش من، بعد از این که با من ملاقات کرد، بعد به من گفت ای عایشه، من از الله پناه میبرم و از الله پناه میخوام که خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد. حضرت عایشه میگوید من نمیفهمیدم که در قبر عذاب است، خبر نداشتم که در قبرم عذاب است. این زن یهودیه را نماندم که از خانه بیرون شود تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند. بعضی که داخل خانه شدند رفتم گفتم یا رسول الله، این زن یهودیه میگوید خدا تو را از عذاب قبر نجات بدهد، آیا در قبر عذاب است؟ میگه در همین لحظه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان به طرف آسمان بلند کرد و دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا از عذاب قبر به تو پناه میبرم. میگه به چندین نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکرد و این دعا را میخواند اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. این دعا را کی میکرد؟ بلال، رسول الله صلی الله علیه و سلم.